تو تورم دو تا چیز خیلی مهمه. خیلی خواب ساعتش که عوض میشه آدم سرویس میشه. حالا من نمیدونم شما هر کاری تو زندگیتون میکنین باید سعی کنین بتونین ساعت زیاد بخوابین. خواب که به هم میخوره اصلا تمام لایفت میره زیر فشار. مسئله دوم که خیلی مهمه ورزشه، برای اینکه ورزش اگه نکنه آدم دیپرس میشه. سومیش که میخوام به شما بگم خیلی مهمه موزیکه. کسایی که اینجا پا میشن صبح از خواب یه موزیکی گوش میکنن که اون موزیکه واقعا روحشون رو شاد میکنه داریم؟ ببین اگه صبح از خواب پا میشی یه موزیکی میذاری که روحتو شاد میکنه خیلی برای چیز روانیتون خوبه. مثلا من موزیک نمیدونم یه موزیک خیلی منو اگه حس منو بی‌نظیر میکنه میدونی کیه؟ هایده. من عاشق آهنگای هایدم، مخصوصا اون آهنگ زندگی خیلی قشنگه. زندگی قشنگه قصه نخور که زندگی قشنگه. مگه میشه